شهر هفشجان به خاطر پیشینه و تاریخچه کهنی که داره به عنوان یکی از مکانهای ایدئال برای پژوهش‌های باستانشناسانه محسوب میشه. جالب بدونیم بر اساس سفالینه‌های کشف شده در تپه‌های باستانی این شهر تاریخی قدمت اون به هزاره هفتم قبل از میلاد میرسه و این بیانگر پیشینه 9000 ساله این شهره. بله، این شهر تاریخی یکی از اولین سکونتگاه‌های دوران نوسنگی محسوب میشه. هفشجان که به شهر صنعتگران نیز معروفه، در جنوب غربی و در فاصله حدود 15 کیلومتری شهر کرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری و در دومین دشت وسیع استان یعنی دشت هفشجان در دامنه کوه استوار و زیبای جهانبین واقع شده. طبق اطلاعاتی که محلی‌ها به ما دادن، هفشجان میراث ارزشمندی از تمدن‌های از بین رفته این سرزمین رو در دل خود پنهان کرده. ما هم برای بازدید از این گنجینه‌های تاریخی راهی کوه جهانبین شدیم. اما قبل از هر چیز بطری‌های آب رو از چشمه زلال و خنکی که در مسیر بود پر کردیم، چرا که همسفران هفشجانیمون نوید یک پیاده روی طولانی در کوه رو به ما داده بودن. هر که فیل خواهد جور هندوستان کشد. در طول مسیر هم هرگاه خستگی به ما رو می آورد، یادآوری این که قراره چه یادگار ارزشمندی از تاریخ رو ببینیم دوباره به زانوهامون قوت میداد. بالاخره بعد از حدود 2 ساعت پیاده روی نفسگیر به کتیبه گرنوشته در کوه جهانبین رسیدیم. این صخره نوشته که محققین میگن حدود 6000 سال قدمتشه، قطعاً در موقع نوشتنش هیچ فلزی کشف نشده بوده و محتمل که به وسیله سنگ فلینت یا همون سنگ آتش‌زنه نوشته شده باشه و چون به لحاظ نوع خط منحصر به فرده هنوز هیچ دانشمندی نتونسته اون ترجمه کنه و به زبان‌های امروزی تبدیل کنه. متاسفانه آفتاب سوزان و برف و باران و اقدامات بعضی از هموطنان گرنوشته و علائم اون رو تقریباً نابود کرد. اساس شواهد باستانشناسی و گزارشاتی که دانشمندان باستانشناس در این خصوص ارائه کردن، این کتیبه که در دیواره صیقلی و صخره‌ای کوه جهانبین در امتداد راه دز کوه جهانبین قرار داره، یکی از کتیبه‌های تصویرنگاری و ارزشمند در جهان هست. این کتیبه که به دلیل فرسایش طبیعی خود به 2 کتیبه مجزای سمت راستی و سمت چپ تقسیم بندی شده، مجموعاً 17 علامت را در سمت راست خود و 7 علامت را در سمت چپ خودش داره. علامت‌های موجود در این کتیبه بر اساس علائم قراردادی و مادی تقسیم بندی میشن. علائم مادی علائمی هستند که برای مردم قابل فهمتر هستند و قابل درکتر هستن، مانند علامت درختی که سمت کتیبه راست میتونید ببینید و دیگر علامتی که میتونیم مشاهده بکنیم علائم هستن که در کتیبه سمت راست 2 بار تکرار شدن، مانند این علامت که در بالای علامت درخت هست. علائم دیگر علائم قراردادی هستن، علائم قراردادی که در دوران پیش از تاریخ ایران باستان با توجه به مردمان اون زمان حکاکی شدن. یکی از علائم قابل توجه علامت سمت چپ کتیبه است به نام هلال ماه ایلامی، ایلیمایان باستان، که احتمالاً میتونه بیانگر استقرار حکومت ایلیمایان باستان در این محدوده در کوه جهانبین باشه. خوشحال از این که این فرصت رو داشتیم تا قبل از نابودی این اثر تاریخی از اون بازدید کنیم، به سمت مقصد بعدی یعنی کوه شاه منظر حرکت کردیم. جایی که طبیعت باز هم هنر خودش رو به نمایش گذاشته.
اومدن به طبیعت علاوه بر این که روح آدمی رو جلا میده کمکمون میکنه تا قدرت تجسممون رو بالا ببریم. حتما خیلی از شما تجربه کردین که وقتی به آسمون نگاه میکنین، آسمون هم اتفاقا ابریه، میتونین اشکال حیوانات مختلف رو در بین ابرها تجسم کنین. اینجا هم دقیقاً همین اتفاق میفته. وقتی به این کوه‌ها نگاه میکنیم میبینیم که طبیعت این سنگ تراش قهار چه استادانه هر کدوم از این بخشای کوه رو به یه شکلی برای ما تراشیده. مثلا این کوه پشت سری شبیه یک فیله، میتونین ببینینش؟ خیال بافی که حد و مرز نداره. اینجا تا دلتون بخواد میتونید تجسم کنید و لذت ببرید. همین مسئله هم این کوه رو به مکانی نو برای گردشگران علاقه‌مند تبدیل کرده. البته قطعا اگر در کوه بیشتر بالا می رفتیم باز هم نشانه های هنرمندی طبیعت برای تماشا کردن و لذت بردن وجود داشت. و آخرین مکانی که در این گزارش می بینید تپه اسکندری هفشجانه. این اثر اولین و بزرگترین اثر ملی تاریخی استان چهارمحال بختیاریه که بر اساس سفالینه‌های کشف شده بر روی اون قدمتش به حدود 9000 سال قبل تخمین زده میشه. تپه اسکندری احتمالاً سازه‌ای شبیه به زیگورات داشته. گزارش ما همینجا تموم میشه، اما اگر از من میشنوید لذت بازدید از سایر دیدنی‌های این شهر تاریخی رو حتما خودتون از نزدیک تجربه کنید. شیما کاظمی، برنامه ایران، شبکه مستند سیما.